تشکر. یک ماشین جامعشویی $100 سهراب تورانیوف، $100 عثمان قل تورانیوف، 1000 سومانی در مکافات 1000 سومانه همین برادر اهل دین اومد از ناحیه بلجبان. با عبدالله گوشتین گرفتید ها؟ فهمیده شد. وازی بسیار جفتوزو شود سعید معروف کیده نه بعد همین بچه ها را مدی نظر نگذاره توجه کنید. همین گوشتینی هر دو بچه دا فردوس داده خونده دست شما درد رو نبیند. حضور همه شما باعث سرفرازی مردم دنغر است. اولین تنتنه گوشتین، اولین رقابت های جالب میدان گوشتین سنتی در جماعت دهات اسمت شریفوف، دهه بلیان بالا. احسن و سپاس و تشکر و استادان زبردست و چهره های ناماشنای گوشتین این منطقه و خصوصا عثمان علی تورانیوف که اکای عثمان قل از زمره آن چهره های بودند که در زمان اتحاد جماهیر شوروی هم نفهم این ناماشنا و ناموری جودای تاجیک در وزن تا 60 کیلو دورتر ماند. این هم صدا به گوش دستاندرکاران رسید. حق داد گلوف و تشکیل می رود و حق داد در مسابقات گراند پری در رشته جدا که ابتدای ما شونه که عثمان قل محفوظ در خزینه نگاه دارند. بعد این برای دریافت پول مکافات نشد از قمسنگی نه از قبادیان قمسنگی زیهی معلم عزیز سه مرد 60 ساله در همه گوشتین ها پیش از صاحب خانه می آیند. امروز هم همین شخصیت ها واقعیت ما صداقت و صمیمیت بزرگ دارد. فضا رو بینید، زیبایی رو بینید، نفوذ و جلال گوشتین اجدادی ما علاقه به عرش والا رفت که با ابتکار سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و غمخواری های روزافزون و همیشگی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی این نوع ورزش اجدادی ما جهانی شد. یک کفکوبی میکنیم برای این اقدام این دستگیری های پیوسته سرور معظم ملت و رئیس محترم شهر دوشنبه که گوشتینگیری را جهانی کردند. روز 8 مارس با حضور نمایندگان 39 کشور دنیا مسابقه پنجم بین المللی برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار می شود. $100,000 غالبان و جایزنده میدان هم فردوس و هم ددخان. رفت میدانداری صبحیدین و پهلوان دیگر تیزانیده شود. قهار و حق نظر بچه جان قهاروف از سلاله لالخان قهاروف ها امروز هم در میان گران وزن ها یک محبوبیت دارد. اگر باشند مرحبا. ظفر آل شایف، امین جان نسیم جان، چند تنی دیگر اکنون حق نظر که کار حق نظر رو بینید خیلی طول کشید. زحمت بچه ها رو هم قهار و حق نظر رو بسیار توجه کنید که با مشکلی و خطاگی رو برو نشوند. خواهش میکنیم برای به میدان برآمدن کاری 1 ساله و 2 ساله و 5 ساله نیست. خون جگر میشوی که در مقابل رقیب دست بالا شوی و این نبرد و آزمایی های حساس رو با پیروزی جنبست کنید. قدر و منزلت و احترام اینها رو بر حد دانستن بسیار مهم است. بچه بلجمانی کم در قامت راست گیرک ها
اگه گشتینگیری در مقابل زور با کمی رنگی دیگر میگیرد. تابیش در مقابل عبدالله کمی دیگرتر بود، اما باز بیا اکنون هر دوشان گفتیم همین گپی اولا میشد خوبتر شد. بیا هم ددخان و هم فردوس